آب خیلی مهمه. آب یادمون نره. چیزی که متوجه شدم اینه که اون حسی که داریم وقتی که میگیم که من دارم تلاش میکنم فلان آدم باشم، دارم سعی میکنم که فلان چیزو به دست بیارم، بیشتر منظورم از نظر درونیات، از نظر حال روحی، روانی، اون استیتی که دوست داری باشی از نظر درونی. مثلا من میخوام آدم شادتری باشم، آدم مثبت‌تری باشم، آدم پروداکتیو تری باشم، آدم خلاق تری باشم، هرچی. وقتی که اینو میگی، این خودش باعث ایجاد یه شکلی از بودن میشه، یه state of being. یعنی چی؟ یعنی که من الان وقتی که میگم مثلا میخوام که آدم شادی باشم، یعنی آدم شادی نیستم. خود این جای این که تو در حال خواستن این که حالت خوب باشه، خواستن شاد بودن باشی، خودش یه مدل. یعنی اون شاد بودن یه مدل، شاد نبودن یه مدل. این حالی که میخوای شاد باشی هم خودش یه حاله و اشکالی هم نداره. یعنی خب خیلی همون شاید حس کنیم که نیاز داریم که از این استیت عبور کنیم، ولی بحث اینه که لازم نیست واقعا. دقیقاً وقتی میگم دارم سعی میکنم، یعنی این کار رو انجام نمیدی و خود اون سعی کردن یه استیت. آقا من آدم شادیم، چی باعث میشه که اینو نگم از همون اول؟ جوابی که راجع به این به ذهنم میرسه اینه که چون الان شاد نیستم. و سوالی که میشه پرسید اینه که چجوری میتونی شاد بشی؟ جوابش شاید در ظاهر این باشه که یک سری کارا بکنی یا چیزی به دست بیاری، که به نظر من اگه جوابش همچین چیزیه میشه گفت خب برو اون کارو بکن یا برو اونو به دست بیار، اگر فکر میکنی اون مسیر تو رو شاد میکنه. و بعد اگه مثلا به نتیجه برسیم که آقا مثلا من فلان کارو کنم شاد میشم و الان نمیتونم انجامش بدم، بحث اینه که تو با یه چیزی روبرو میشی که میفهمی که خب الان یا میتونی تصمیم بگیری که از این موضوع ناراحت باشی یا میتونی بپذیری که خب اوکی میدونم فلان چیز منو شاد میکنه ولی من نمیتونم الان اونو داشته باشم و این حقیقت موجوده و خب مثلا کاریش هم نمیشه کرد و من میدونم که یه کار دیگه‌ای هست مثلا شاد بکنم حالم خوب بشه مثلا. و بعضی وقتا همین که تصمیم بگیری که من میخوام شاد باشم میتونی واقعا اون قدرت درونی حس شادی رو تجربه کنی. ولی بعضی وقتا میگم مثلا من الان میدونم که مثلا سروتونین مغزم پایینه برای همین حس خوبی ندارم، پس میرم کاری که مثلا سروتونین وارد مغزم میکنه مثل ورزش انجام میدم و خب حالم بهتر میشه. یه همچین نگاهی به زندگی خیلی جالبه. این حس دقیقاً امروز اومد تو ذهنم که داشتم پست خودم رو میدیدم که توش نوشته بودم که دارم سعی میکنم ذهنیت 0 و 100 رو تغییر بدم و یه لحظه تو شدم که این دقیقاً همون اینه که من توی اون استیتم که دارم سعی میکنم اینو تغییر بدم. چرا راحت مثلا نمیگم که من ذهنیت 0 و 100 رو تغییر دادم؟ چون که به این نتیجه رسیدم که به دردم نمیخوره و مفید نیست برام و خب نمیخوام اون ذهنیت رو داشته باشم. این تلاش کردنه چیه؟ بازم میگم میتونم که درک کنم میتونه چی باشه، میتونه یه سری پروسه های روانی باشه یا شاید اصلا زمان نیاز داری که این اتفاق بیفته، ولی واجب هم نیست. واقعا میشه الان من بگم که من آدمیم که ذهنیت 0 و 100 رو تغییر دادم و الان با این ذهنیت غیر 0 و 100 دارم زندگی میکنم. ولی مثاله، چرا که نه؟ حس میکنم که این آقای عزیزم با ما موافقه. من کلا
هیچ وقت به اسباب بازیام اسم ندادم، نمیدونم چرا. و هر وقت میخوام فکر کنم یه اسمی بدم اینطوریم که با هم به صورت ذهنی ارتباط برقرار میکنیم. تو میفهمی چی میگم؟ بعضی وقتا حرفی باقی نمیمونه. پارادوکسش اینه که من اینو با حرف گفتم. من و تو یکی هستیم و من خیلی دوست دارم.